یک نکته مهم در مورد آیلتس اسپیکینگ و رایتینگ میخوام بگم و اون این هستش که متاسفانه شاید به خاطر تبلیغات اینستاگرامی زبان آموزها فکر میکنن که استفاده از یک کلمه یا یک ساختار گرامری باعث میشه که لول اسپیکینگ یا رایتینگ اونها بالا بره. مثلا ازم میپرسن تیچر از کلمه پلنتی یا پلثورا به جای منی یا ماچ استفاده کنم آیا باعث میشه که لول رایتینگ یا اسپیکینگ هم بالا بره؟ پاسخ این هستش که استفاده از یک گرامر یا یک لغت لزوما باعث افزایش سطح اسپیکینگ یا رایتینگ شما نمیشه. رایتینگ و اسپیکینگ مثل ریدینگ و لیسنینگ نیستش که یه دونه در واقع تست باعث افزایش لول بشه. یه ترکیب درستی از تنوع گرامری، درستی گرامر، تنوع لغات به جای استفاده شدنشون باعث میشه که اسپیکینگ و رایتینگ شما افزایش پیدا کنه و این در آزمونسازی عامدانه و به عمد انجام شده به خاطر اینکه لول صحیح زبان آموز تعیین بشه. چرا سیو کنید مهمه.